سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی پیج. دوستان، گیر کردن تفنگ 5 تیر چند تا عامل داره و چند تا راه حل برای کار انجام بدی که دیگه تفنگت گیر نکنه. استاد سعید در این مورد براتون توضیح میده، انشالله مفید باشه برای دوستان. استاد سعید بفرمایید. دوستای عزیز توجه بکنن، سلاح 5 شیر نخجیر که تولید شد معمولا سریای قدیمش کمتر گیر می‌کردن. سریای جدید که این اضافه رو رول دارن، مگسک به خود رول نچسبیده، اینا معمولا گیر می‌کنن. سهمیه‌های سپاه هم هستن اکثرا. چرا گیر می‌کنن؟ و معمولا با این ترفند کوچیک برطرف میشه گیرش. این مشکل حاضر باشه. اینا لول 70 فوت لیسان یکی دو سانتی هم و چون فولسیدندن یه مقداری روی پوکه فشنگ‌های نامرغوب داخل کشور فشار میاد منجر به ورم فشنگش رو گیر میکنه. یعنی چه کار میکنه؟ اکثر شما که 5 شیر دارین حتما شنیدین که با تیر کاغذی باید شلیک کنین، در کاغذی یا در پولکی بدین که ورم نکنه. خب میایین چه کار میکنین؟ اگه یه موقع تیر در بخچه رو میایین کنار بین شیارا رو چاپ میزنین دور تا دور اینجوری. وقتی هم شلیک میشه باید این حالت به خودش بگیره که وقتی که شلیک میشه جلوی انفجار بارود دیوار سختی قرار نگیره، چون این در بخچه‌ای ها خیلی دربشان محکمه و در آن واحد که شلیک میشه یه صد دیواری جلوی فشنگ بود قرار میگیره که منجر به ورم پوکه میشه. وقتی چاک شما میزنین جلوی در راحته، قول معروف دیگه فشنگ گیر نمیکنه. البته این یکی از حل‌های 5 شیر